رادیو ترن نگاهی نو از پنجره قطار به هنر این سرزمین. سلام، به دومین قسمت رادیو ترن خیلی خوش اومدید. من حامد امینی هستم و خیلی خوشحالم که تو این سفرم همسفر شما هستم. تو سفر قبلیمون به شهر اصفهان سفر کردیم و با آثار تاریخی و فرهنگی بی‌نظیرش آشنا شدیم. حالا همونطور که قرار بود در این سفر به شهر دلاوری و ادب و کشتی سفر خواهیم کرد، یعنی مازندران. پهنه‌ای که ما مازندرانش می‌نامیم سرزمینی است در کرانه جنوبی دریای کاسپین که از دو ناحیه جلگه‌ای و کوهستانی تشکیل شده است. به نوشته محققان این سرزمین زیستگاه انسان‌های ناندرتال در دوره پارین سنگی و از کهن‌ترین سرزمین‌های تاریخ بشری است. نمونه کهن‌ترین زندگی انسان را در مازندران در غارهای کمربند و هوتوی بهشهر کشف کردند. این نمونه به 75,000 سال پیش تعلق دارد و به ما اجازه می‌دهد که در ناحیه مازندران تحول وجود انسان را از دوران یخبندان تا کنون مشخص کنیم. انسان‌هایی که در غارهای باستانی مازندران زندگی می‌کردند، پس از خروج از غار به مرور باعث پیدایش گوهرتپه تاریخی شدند. باستانشناسی در گوهرتپه بهشهر ثابت کرد مازندران بیش از 6,000 سال پیشینه تمدن شهری دارد. بخشی از مستند بهشت ساخته حسن جعفری رو در این برنامه با هم در ترنمون شنیدیم. تپور یا تپورستان یا تبرستان یا همون مازندران فعلی از زمان پیش از هخامنشیان و پس از آن همواره به جنگاوری و دلاوری شناخته شده. اما در آسمان هنر این سرزمین هم ستاره‌های درخشانی رو در هر زمینه تقدیم کردن که تنها گوشه‌ای از اون رو با هم مرور خواهیم کرد. موسیقی در خطه مازندران با زندگی مردم این دیار آمیخته شده. در شالیزارها، جنگل‌ها و دریا، در شادی‌ها و حتی در مراسمات مذهبی موسیقی مازندران نقش چشمگیری داره. از مشهورترین انواع موسیقی بومی مازندران میتونیم به امیری خانی، کتولی خانی، چاوشی خانی و نجما و طالب طالبا اشاره کنیم. آگرد شهر تاریخ خان بزین برایه دیگه ببم فراری دیگه اون همه سپاره درد بی درمونی خداره بعدی آخه دیوان بهیمه در این دنیا بیچاره بهیمه دردی دارمه خدا درمون ندارنه دری دارمه ولا سامون ندارنه. که از حالم بده ساروی کی جا خبر ندانی هرچی برمه کام بده بر حال من نظر ندانی شون به از یاد ببرم من خاطرات شهر تاری دیگه قصه نخورین و نکنین چشم انتظاری
صدای زنده یاد محمد دنیوی رو در ترنمون شنیدیم که موسیقی تیتراژ فیلم دختر ساری محصول 1342 به کارگردانی گرجی عبادی‌ها رو اجرا کرده. اما علاوه بر زنده یاد دنیوی، مازندران خوانندگان برجسته چون دلکش و عبدالحسن مقتاباد و حتی به گفته برخی استاد غلام حسین بنان که اصالتشون به مازندران برمیگرده در دل خود پرورانده است. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دلبران خوش چیدن، از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. لازمه که بهتون بگم این برنامه از طرف استارتاپ استودیو اپرا تقدیم حضورتون میشه. استارتاپ استودیو اپرا هدفش اینه بستری رو فراهم کنه برای ایجاد فضایی خلاق و پویا برای خانواده هنر. استارتاپ استودیو اپرا با تکیه بر توان ایده پردازی گروهی و تلاش برای تحقیق اندیشه‌های هنری مدرن و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های منطبق با هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده کار خودش رو شروع کرده. این مجموعه سعی بر اون داره با طراحی زیست بوم نوآوری در هنر و ایجاد شبکه فعال از طریق برگزاری رویدادهای استیم ایده‌های ارزشمند هنری رو با رویکرد استارتاپی به جامعه علاقه‌مندان معرفی کنه و با حمایت و پشتیبانی از این ایده‌ها در سراسر کشور گامی برداره در راستای بسترسازی و احیای هنر با نگاهی نو.
نوازندگان بومی مازندران نیز میتونیم به زنده یادان نیز میتونیم به زنده یادان استاد حسین طیبی، برجسته ترین حافظ موسیقی چوپانی، استاد نور محمد طالبی و استاد ابوالحسن خوشرو که معروف به شجریان مازندرانه اشاره کنیم. ستاره تکش سوره نداشته و نوشه تبکو بوره نداشته، نقره نشون هلال اول ما قشنگیت ابروره نداشته، قمر که یاری یاری سواد کو کمر موزر دوان دل بزن کو کمر موزر دوان دل بزن کو. شونه که ارنو بوشه تور مال را حسوب بوشم داغ به دلت آرزو نموشه دل بر جان من پلنگ خسته تو کمر موزه قبل دل مزن جان من پلنگ خسته تو کمر موزه دوان دل مزن کو. دل خاره نبینیم با دل بر جان من بیته خونشون بخون روباب یا بیبونا دل رزم با کو روباب یا بیبونا دل رزم دل کو روباب یا بیبونا دل رزم دل کو. قطعه قمر از زنده یاد استاد ابوالحسن خوشرو رو با هم در ترنمون شنیدیم. اما وقتی نام مازندران رو میشنویم علاوه بر سرسبزی طبیعت و موسیقی زیبا جا داره یادی از ادبیات این دیار و نام‌های ماندگاری که ادبیات و فرهنگ کشور رو غنی کرده
یادی کنیم. از امیر پازواری، شاعر قرن هشتم و طالب آمولی گرفته تا رضاقلی خان هدایت، صادق هدایت، شاهرخ مسکو و دکتر پرویز ناطل خانلری، شاعر شعر عقاب. یه بسیار نمیدونم چی بگیم، سرلقه چی در این شعر هست که ارتباط داره با فهمیدن مطلبش و اون نقل از خواص الحیوان است که در اونجا میگوید که گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز درگذرد، عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد. گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آوید، مار پیچید و به سوراخ برید. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط غباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. صید هر روزه به چنگ آمد زود، مگر اون روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بداندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز 100 گونه بلا در برده. سالها زیسته افزون ز شمار، شکم آگنده ز گند و مردار. و از سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بگشایی، بکنم هرچه تو میفرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم، جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. این همه گفت ولی با دل خویش، گفتگویی دگر آورد به پیش. کین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز است چنین زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حزم را باید از دست نداد. در دل خویش چو این رای گزید، پر زد و دورترک جای بدید. زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر حبابیست بر آب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیزتر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. شعر عقاب رو با صدای خود زنده یاد پرویز ناطل خانلری شنیدیم. اما مگه میشه از مازندران و ادبیاتش بگیم و نامی از پدر شعر نو ایران نیما یوشیج نبریم؟ نیما یوشیج در 21 آبان 1276 در منطقه یوش از توابع نور مازندران به دنیا اومد و در 1278 به تهران مهاجرت کرد.
و به مدرسه کاتولیک سن لویی وارد شد. در این مدرسه تحت تاثیر نظام وفا که یکی از معلم‌های مدرسه بود قرار گرفت و شعر افسانه رو که در دیماه 1301 سرود به اون تقدیم کرد. نیما یوشیج در 13 دیماه 1338 در تهران درگذشت. تو را من چشم در راهم شب و هنگام که میگیرند در شاخ طلاجن سایه ها رنگ سیاهی و زن دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم شب و هنگام، در آن دم که بر جا دره ها چون مردماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یادآوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم. خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزانه ابری داروگ کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزانه ابری داروگ کی میرسد باران. شعرهای تو را من چشم در راهم و داروگ از نیما یوشیج با صدای زنده یاد غزاله علیزاده که اون هم در رامسر دیده از جهان فروبست رو با هم در ترنمون شنیدیم. گالری‌های هنری مازندران هرچند تعدادشون مثل سایر استان‌های کشور نسبت به استعدادهای هنرمندان کمتره، اما بستری فراهم کردن تا هنرمندان با تجربه و جوان بتونن آثارشون رو در کنار هم به نمایش بگذارن. موزه گالری دیدی در ایزدشهر، گالری ایستو در آمل و گالری روها در بابل تعدادی از این گالری‌ها هستند که چراغ هنرهای تجسمی رو در مازندران و کشور عزیزمون ایران روشن نگه داشتن. از همینجا ازشون تشکر میکنیم و امیدواریم که تعدادشون روز به روز بیشتر بشه. اما علاوه بر هنرهای تجسمی، در هنر تئاتر مازندران هم نامهای بسیاری به چشم میخورن، نظیر دکتر مصطفی مختاباد و دکتر اسماعیل نجار و رویا نونهالی.
علاوه بر هنرهای مدرن، هنرهای صنایع دستی مازندران مثل قالیبافی، سوزندوزی، سفالگری، گلیم بافی و جاجین بافی بخشی از میراث هنری این دیار هستند و خوشبختانه همچنان رونقشون رو حفظ کردن. اما بد نیست اشاره کوچکی به تاریخ بزرگ مازندران نیست در این واگنمون اشاره کوچکی به تاریخ بزرگ مازندران داشته باشیم. از غار هوتو با قدمتی نزدیک به 70,000 سال گرفته تا برج سلطان زین‌العابدین با گنبد 8 وجهی و هرمی شکل که در سال 849 هجری قمری ساخته شده. این بنا کاشیکاری‌ها و منبت‌کاری‌های نفیسی داره. برج قابوس و برج لاجیم و برج رسکت با 2 کتیبه به خط کوفی و پهلوی هم آثار تاریخی دیگه مازندران هستند. در مورد ریشه نام مازندران هم دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. بعضیا واژه ماز رو به عسل معنی کردند و بعضیا هم اون رو به مازیار ابن قارن نسبت میدن و بعضیا هم باور دارند که این نام با کوههای مازندران ارتباط داره که تپه‌ها و کوهها مثل دژ برای اون عمل میکنند. برای همین پیشینه تاریخی مازندران در متون کهن جایگاه ویژه‌ای داشته و در کتب تاریخی به اون اشاره شده. اوستای زرتشت و جغرافیای استرابون یونانی تا شاهنامه فردوسی همگی نام مازندران رو به کار بردن. یکی از داستان‌های مشهور این منطقه سفر کیکاووس به مازندرانه که با بیان حماسی فردوسی در شاهنامه روایت شده. در ادامه بخش رفتن کیکاووس به مازندران رو با صدای دکتر فرشته جوادی، ایران پژوه و شاهنامه پژوه در ترنمون با هم میشنویم. به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. شاهنامه فردوسی، پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران. ادامه از بخش 1.
چو رامشگری دید زی پرده دار، بیامد که خواهد بر شاه بار. چنین گفت که از شهر مازندران، یکی خوشنوازم ز رامشگران. اگر در خورم بندگی شاه را، گشاید بر تخت او راه را. برفت از در پرده سالار بار، خرامان بیامد در شهریار. بگفتا که رامشگری بر در است، ابا بربط و نغز رامشگر است. بفرمود تا پیش او خواندن، بر رود سازانش بنشاندن. به بربط چو بایست برساخت رود، برآورد مازندرانی سرود. که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. که در بوستانش همیشه گل است، به کوه اندرون لاله و سنبل است. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار. نوازنده بلبل به باغ اندرون، گرازنده آهو به راغ اندرون. همیشه بیاساید از خفت و خوی، همه ساله هر جای رنگ است و بوی. گلاب است گویی به جویش روان، همی شاد گردد ز بویش روان. دی و بهمن و آذر و فرودین، همیشه پر از لاله بینی زمین. همه ساله خندان لب جویبار، به هر جای باز شکاری به خاک. سراسر همه کشور آراسته، ز دیبا و دینار و بس خواسته. بتان پرستنده با تاج و زر، همه نامداران به زرین کمر. چو کاووس بشنید از اون سخن، یکی تازه اندیشه افکند. دل رزم جویش ببست اندران، که لشکر کشد سوی مازندران. چنین گفت با سرفرازان رزم، که ما سر نهادیم یک سر به بزم. اگر کاهلی پیش گیرد دلیر، نگردد ز آسایش و کام سیر. من از جم و ضحاک و از کیخسرو، فزونم به بخت و به فر و به داد. فزون بایدم زان ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاج بر. فزون بایدم زان ایشان هنر، جهانجوی باید سر. واقعا همیشه بر آن بوم و سرزمین آباد باد. امیدوارم تا اینجا سفرمون خسته نشده باشید. بریم یه سری به واگن سینمامون بزنیم. سینمای مازندران هم نام‌های ماندگار و شاخصی رو داشته. از زنده یادان داوود رشیدی و جمشید مشایخی گرفته تا کارگردان‌هایی مثل خسرو معصومی و محمد حسین مهدویان. کباب بدون سیخ مزه کباب نداره. هیچ کبابی هم کباب بازار نمیشه، حتی کباب دربار. کباب باز داغ داغ با سیخ به نیش کشی. استاد یه دوتا گل بزن، بکش به دندون. دندان کباب خوری ندارم، خوراک من نان و ماسته. استاد مدت هاست به تجویز اطباء از گوشت پرهیز دارن. طبیب جماعت حرف مفت زیاد میزنه. گوشت بخور جون بگیری، شام و وقت عصرونه بخور، سبک و مقفی. وجود امثال شما مردان نامی برای ایران نوین امروز لازمه. مهندسن به این مرتیکه آشپز باشی بگو گوشتشو زیادی تو ماس و پیاز خوابوندی، خیلی نرم شده. باب دندون شاگربه های قاجاریه. پهلوی با دندون ببر کباب میخوره. گوشت بشه به تنتون انشاءالله. تو سر 4 تا شارو خوردی،
ناصر الدین شاه مشنگ عیاش، مظفر الدین شاه ملنگ علیل، ممدلی میرزای دبنگ الواد و اون احمد شاه بدنم کن. اما پهلوی سر تو. اما یکی از افتخارات مازندران و سرزمین عزیزمون ایران شهاب حسینیه. شهاب حسینی اصالتاً تنکابونیه و اون اولین بازیگر ایرانیه که برنده جایزه بهترین بازیگر در یک جشنواره معتبر شده. شهاب حسینی برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره کن در سال 2016 شد. وانته نبود سرشش. چی؟ نبا کجا بود؟ اونجا. ببخش. کجا گذاشته بودی؟ اونجا گذاشته بودم. اونجا اونها جای اون 200 شیشه گذاشته بود. بردتش. من یه رو باید پیداش کنم. شهاب حسینی به خاطر نقش آفرینی در فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی این جایزه رو دریافت کرد و باعث افتخار هنر کشورمون شد. البته مازندران کارگردان بزرگ دیگری هم داره. زنده یاد خسرو سینایی که به خاطر مستند مرثیه گم شده از رئیس جمهور لهستان نشان ویژه اون کشور رو دریافت کرد. سعی کن خودت رو کشف کنی و خودت باشی. این خیلی مهمه. ببینید من الان کشفی که خودم کردم گفتم برای خودم سوال گفتم تو خیلی چیزایی که به سینما مربوط بود بلد شدی، میدونستی، اما شخصیت برای سینما مناسب نبود. این کشف خودم، ولی دیر شد. یه روزی گفتم که زندگی پوچ است، بی‌معناست. راست میگویی رفیق راه، زندگی یک لحظه تنهای تو خالی است. خالی این لحظه را پر کن، زندگی عالی است. این در واقع موتوی منه، فلسفه منه. من میگم اگر زندگی اکسیژن رو هدر نده، این نفسی که میکشی رو، این اکسیژن هواست، اگر تو هوا هر روز اکسیژنی باشه هدر نده. اگر نمیشه فیلم بسازم شعرمو میگم. الان بعد از اینکه کمرم اینطور شد 2 تا کتاب شعر درآوردم. کاری هم ندارم، ادعایی هم ندارم. میگم اولیش 1342 درآمد و بعدم الان موسیقی رو نوشتم، خودم هم یه تیکه‌هایش رو اجرا کردم، یه دم اومدن همکاری کردن، دیویدیش هم امیدوارم به زودی در بیاد. نه ادعای شاعری دارم، نه ادعای آهنگسازی، هیچ کدوم. میگم فقط با اینها زندگی میکنم. گفتم که ببین، به هنرستان دعوت کرده بودم، به بچه‌ها گفتم اگه به خاطر ثروت میری دنبال هنر نرو. از هر 10,000 نفر ممکن 3 نفر ثروتمند بشن، تو معلوم نیست یکی از اون 3 نفر باشی. اگه به خاطر شهرت میری بازم نرو، برای اینکه مردم دوست دارن. امروز یکی قهرمانشون میشه، مشهورش میکنن، عکسشو میزنن بالای سردر، تو روزنامه‌ها چاپ میکنن. 3 روز بعد خسته میشن، یکی دیگر رو میارن. بعد توی که عادت کردی هر روز عکستون بالا باشه، یه دفعه میبینی دیگه نیستی. متوجه هستی؟ و اونجا باز زجر میکشی. اگر به خاطر زیباتر زندگی کردن میری دنبال هنر، حتما برو، برای اینکه تا لحظه آخر عمرت احساس میکنی بازنشسته نیستی، هنوز کار میکنی. من الان دیگه خوشبختانه با این ابزارهایی که خوشم نمیاد، دوربینا و اینا که از اون شد، تصمیم گرفتم، فهمیدم منو تو سینمای بیرون خوردم میکنن. نه اینکه خورد کنن، فکر میکنن خورد میکنن. تو اون سینمایی که به اصطلاح سینمای اکران تجاری و غیره است، فیلم هرچی من شاکار عالمو بسازم میسوزونن و همه فیلم‌ها بلا سرش اومده. متوجه هستید؟ اما نتونستن جلوی فیلم ساختن منو بگیرن. یادشون گرامی و روحشون شاد. این بود سفر ما به دل شهر مازندران. امیدوارم که این سفر برای شما لذت بخش بوده باشه. ما مشتاقانه منتظریم تا نظرات ارزشمندتون رو درباره این قسمت
و دیگر قسمت ها در شبکه‌های اجتماعی و بخش کامنت ها با ما در میون بذارید. سفر بعدی ما به بوشهره. ترنمون هم هنوز جا داره و خوشحال میشیم که در این سفر با ما هم سفر باشید. سفر به خیر. خدا نگهدار.